فیلم امروز در مورد دو تا دوست صمیمیه که عاشق یه دختر میشن و وارد یه رابطه 3 نفره چیز راست کن میشن. به کانال خودتون یعنی اسمی مووی خیلی خوش اومدید. اسم فیلم امروز دو دوست، محصول 2015. در صحنه اول گلشیفته رو میبینیم که در نقش مونا با عجله میره به سمت کارش که معلومه خیلی هم دیرش شده. اونجا این پسره رو میبینیم که مونا چندین بار باهاش بیرون رفته و یه ادا اصولایی در میاره که میمون میبینتش میگه حاجی چجوری فرار کردی؟ اون که اسمش کلمنته میاد جلو شروع میکنه به خودشیرینی کردن، اما مونا میرینه بهش و میگه دیگه نبینم توی محل کارم بیای، از اینجا برو. معلومه که کلمنت عاشق مونا شده، اما حرفای مونا باعث گوزپیچ شدن عاطفیش میکنه و همیشه در حال فکر کردن به موناست، به خندهاش، به نگاهش، به حرفاش. خلاصه به رفیقش زنگ میزنه و میگه حاجی کجا؟ یه دختر پیدا کردم اصل لامصب، چند باری بردمش بیرون اما یهو سرد شده و براش کادو هم که خریدم اونو رد کرده، نمیدونم باید چیکار کنم، تو که بیشتر به لاشیا میخوری بگو باید چیکار کنم. اون میگه فدای سر داداش برات گلنار گرفتم. خلاصه کلمنت توی سینما به عنوان سیاهی لشکر کار میکنه، آبل هم توی یه پمپ بنزین مشغوله، اما اون خودش میگه من بیشتر نویسندگی رو دوست دارم. از اونجایی که آبل توی هر چیزی سررشته داره پس باید بگم که اون یه دخترباز حرفه‌ای هم هست. آبل و کلمنت توی یه خونه مشترکاً استفاده میکنن. همون موقع که آبل داره زنگ در خونه رو میزنه، کلمنت صدای موزیک رو تا صبح برده بالا و صداشون نمیفهمه. آبل هم مجبور میشه که شیشه ماشین کلمنت رو بشکنه که شاید اینجوری کلمنت خرگوش بفهمه. همون زمان پلیس سر میرسه و آبل رو دستگیر میکنه. کلمنت میاد و میگه این ماشین مال منه، این پسرم مال منه. پلیس هم فکر میکنه اینا گل کشیدن، هر دوشون رو با هم رای بازداشتگاه میکنن. توی بازداشتگاه کمی درد و دل میکنن و بعدم میگیرن میخوابن. فردای اون روز آبل میره تا ببینه این دختر جذابی که رفیقشو درگیر کرده کیه. بعد از اومدن دختره آبل میگه به پرنده حساسیت داری؟ مونا میگه نه. میگه پس چرا کادوی رفیقمو رد کردی؟ اونم میگه خب گوخوریش به تو نیومده. دومشو میذاره روی کولشو میره پیش کلمنت. میگه حاجی این دختری که گرفتی خیلی رو مخه، به نظرم باید یه جور دیگه مخشو بزنی، حداقل راضیش کن یه شب باهات باشه، دیگه همه چیز تمومه. عقلش که ناقص بود یه فکر ناقص‌ترم سراغش اومد. وقتی مونا میخواد سوار قطار بشه جلوشو میگیرن، اما بعد از چند دقیقه که سوار قطار میشه کلمنت هم کنارش میاد و شروع میکنن به حرف زدن. بعد از چند دقیقه آبل به شوخی جفتشونو میاره بیرون. مونا که از قطار اومده بیرون و عصبانیه و کلافه هم شده میگه دست از سرم بردارید، چی میخواید از جونم؟ کلمنت میگه داداش اومدی ابرو رو درست کنی، زدی چشمشم کور کردی. مونا که دیگه از قطار جا مونده میشینه به صحبت کردن و میگه حالا کاروبارت چیه؟ رفیقش میگه توی پمپ بنزین کار میکنم و خودش میگه من یه نویسندم، منو دست کم نگیرید. بعدش که کلمنت اونا رو میبره سر صحنه فیلم برداری و به عنوان سیاه لشکر لباس مخصوص میپوشن و صورتاشون هم سیاه میکنن، توی نقششون فرو میرن که کلمنت دست مونا رو میگیره و میبره یه گوشه و بهش اعتراف میکنه که عاشق شده. مونا میگه تو خودت چی دیدی که این حرفو زدی؟ کلمنت دیگه رد داده و میزنه خودشو نفله میکنه و راهی بیمارستان میشه، ولی بدبختانه زنده است. از اون طرف مونا با آبل رفتن که یه چیزی کوف کنن. اونجا مونا به پیرمرده میگه یه آهنگ خوشگلا میخوام برقصن و بذار که میخوام قرش بدم سسکی. حالا این که از کدوم قبیله‌ای داره این رقص رو میره من نمیدونم، اگه میدونید شما تو کامنت ها بگید که ما هم در جریان باشیم. بعد که میرم به کلیسا یه دفعه این مونا میگه امشب بهت نیاز دارم، 100 تومنت میدم امشب و بیا پیشم. خلاصه اونا در نبود کلمنت میرن خونه‌شو تا میتونن اشغال میکنن. اما فرداش آبل خیلی از این کارش ناراحتی که با عشق رفیقش بهش خیانت کرده. لباسای دختره رو بهش میده و از خونه پرتش میکنه بیرون. خودش هم میره پیش کلمنت. آبل به کلمنت میگه دیگه نباید مونا رو ببینی، اما کلمنت اصرار داره که اونو ببینه. مونا هم میره حموم عمومی که گناهاشو بسپاره به دست آب خروشان. اونجا یه پسر هیز بدجوری نگاش میکنه.
توی یه کوچه گیرش میاره و میگه خانم صبر کن، به جون مادرم میخوام بگیرمت. ولی مونا پا به فرار میذاره. این دوتا پتومت هم میرن محل کار مونا تا باهاش حرف بزنن. مونا که حالش بده توی خیابون در حال پرسه زدنه، ولی توی محل کارش حال کلمنت بد شده. آبل میره ببینه چی شده. کلمنت از همکارای مونا پرسجو کرد و میدونه که چرا نخواسته باش باشه مونا و هدیه‌اش هم قبول نکرده. مونا از اونجایی که جایی برای موندن نداره میره خونه کلمنت. کلمنت هم اعتراف میکنه که همه چیزو میدونه و با این وجود عاشق موناست. حالا چی میدونه؟ قضیه اینه که مونا یه زندانیه. اون صحنه‌ای هم که دیدی سوار قطار میشه داشت میرفت به سمت زندان. اونا همو بغل میکنن، بعد هم ستایی میرن کافه. اونجا آبل میگه من دوستت دارم و میخواد بوسش کنه که کلمنت میاد و بعدش مونا و کلمنت شروع میکنن به رقصیدن. آبل هم یه گوشه داره فشار میخوره و زمزمه میکنه که این دختر باید مال من بشه. وقتی برمیگردن اونا میگه بهتره به جای خونه یه هتل بگیریم. بعد از اومدن به هتل اونا یه اتاق برای مونا میگیرن و یه اتاق هم برای خودشون. آبل میگه نکنه مونا فکر کنه ما هم جنسگراییم. کلمنت هم میگه نه بابا تو خیلی ذهنت خرابه. کلمنت که زده بالا میره مونا رو ببوسه. آبل هم که میترسه مونا درباره قضیه خودش چیزی بگه همراه کلمنت میرن پیش مونا. وقتی میرن پیشش مونا میگه خب حالا کیو اول ببوسم؟ کلمنت هم میگه من. بعد از کلمنت نوبت آبله و یه دلی از عزا در میاره با اینکه کلمنت داره بهش نگاه میکنه. بعد از اینکه بوساشون تموم میشه و میرن توی اتاق، مونا هم زنگ میزنه به پلیس و دلیل نیومدنش رو توضیح میده. بعدم آدرس هتل رو میده تا بیان دنباله. موقع خواب کلمنت یه جورایی به آبل میفهمونه که اون دختر مال منه و باید ازش فاصله بگیری. اونا میخوابن. چند ساعت بعد آبل از اتاق میزنه بیرون. کلمنت هم فکر میکنه که اون رفته پیش مونا، ولی اون رفته پیش پذیرش که کمی درد و دل کنه بیچاره. کلمنت میره در اتاق مونا تا فالگوش وایسه آیا صدای شلپ و شلوپی میاد یا نه. اون در اتاقو میزنه اما کسی باز نمیکنه. بلند میگه اگر باز نکنی به خدا خودمو میندازم زیر ماشین. آبل کلمنتو میبینه و با هم شروع میکنن به جر و بحث و دعوا. پلیسا هم سر میرسن و مونا رو میبرنش. کلمنت به آبل میگه تو با مونا خوابیدی؟ اگه راستشو بگی میبخشمت. آبل هم میگه نه به جون مادر بزرگ خواهرم. و فیلم به پایان میرسه. برای دانلود این فیلم میتونید از کانال تلگرام که لینکشو توی دیسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. لایک و کامنت شما خیلی خیلی زیاد به کانال من کمک میکنه. منو از این انرژی محروم نکنید. تا خلاص فیلم بعدی، خدا نگهدار.